الو الو سلام. بفرمایید داشتی ترامپم. جانم. ولادیمیر، من هر جا میرم رد پای تو هست. بیا یه کاری برای من بکن. برو تا تهران این قضیه مذاکرات ما را یه کاریش بکن. آخه مذاکره که این شکلی نیست که چی گیر من میاد. بازار چی گیرتون میاد؟ من شل کردم تو اوکراین بگیری ها. دیگه من باید به تو بگم تو تهران بدم. من این بنیامین به خدا من رسوا کرد. هر شب میگه بزنم من جنگی بیم فلان. جلوی اروپا رو بگیر مادرم وا بده چشم. از اون طرف مردم میخواه، از این طرف تهران میخواه. نمیشه. تهران رو میدم، اوکراین رو میگیرم، 100 تومنم سر بده. جان ولادیمیر، بروی پدرم ندارم وگرنه دریغ نمیکردم. نصف اوکراین میدم، تهران میگیرم، 80 تومن چک 6 ماهه بهت میدم. قبول میکنی؟ بسم الله بریم بنویسیم. نه این که قیمت نقده داداش. اگه بخواید چک بدی خودت. آقا یک کلام آخر 400 تومن سر میگیرم نصف اوکراین. تهران میدی؟ حالا باید صحبت بکنم دیگه، بهت خبر میدم. کار نداری، خداحافظ.